زنی مسلمانی را شوهرش وفات کرد و با کودکانش تنها ماند. صاحب خانه او را از حجره راند، چون زن پول اجاره خانه را داده نتوانست. زن کودکانش را گرفته به کوچه برآمد. چندی هر طرف می گشت ولی مکان زیست پیدا نکرد. هوا نهایت سرد بود و زن کودکانش را در مسجدی گذاشت تا کمی باشد هم گرم شوند و خودش به کوچه برآمد. در راه مرد مسلمانی با وقار و ظاهراً ثروتمندی را دید و نزدش رفت تا کمکی بپرسد. مرد چون قصه زن را شنید گفت: دلیل بیار که سخنانت راست است. زنی بیچاره حیران شد. من کسی ندارم، چی دلیل بیارم؟ اگر میخواهی بیا، کودکانم را بین، در مسجد نشستند. مرد روی گرداند و رفت. زنی دل شکسته راهش را دوام داد و مرد یهودی پیران سالی را دید و با او نیز قصهش و حادثه با مرد مسلمان روی داده را نیز نقل کرد. مرد زود به طرف مسجد روانه شد. کودکان زن را گرفته به خانه اش آورد. به همسرش امر داد که طعام و جای خواب تیار نماید. شادی زنی بیچاره و کودکان بیسرابان را حد و کناری نبود. همان شب مرد مسلمان خواب دید که قیامت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم امتش را شفاعت می کند. ناگاه قصری را دید، بسا زیبا، از یاقوت و زمرد و دروازه هایش از در و مرجان. مرد از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید: ای پیامبر، این قصر برای کیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب داد: این قصر یک مسلمان یکتا پرست است. مرد گفت: ای پیامبر، من مسلمان یکتا پرست هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب داد: دلیل بیار که سخنت راست است. همان گونه که از زنی بیچاره دلیل پرسیدی. این لحظه مرد از خواب بیدار شد. غمگین شد که فرصت خوبی کسب کردن ثواب را از دست داده است. به کافت و کاب آن زن شتافت. پس از جستجوی دور و دراز فهمید که مرد یهودی او را در خانه‌اش جای داده است. نزد آن مرد آمد و گفت: میخواهم آن زن را با کودکانش به خانه برم. مرد یهودی گفت: این کار امکان ندارد. از برکات این زن و کودکانش بهره ور شدم، نمیخواهم او را از دست دهم. مرد مسلمان گفت: به تو 1000 تنگه میدهم، بده آنها را به من. یهودی جواب داد: نمیدهم. آن قصر زرین را آیا میخواهی با 1000 تنگه ناچیز بخری؟ مرد مسلمان هرچند اصرار کرد، یهودی رد کرد و گفت: آن خوابی را که تو دیدی من هم دیدم و آن قصری که تو را به حیرت آورد مال من است. شبانه پیش از خواب
از برکات این زن و از دعوت او من و همسرم اسلام را پذیرفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم و او آن قصر جنتی را به من نشان داد و گفت با آن زن و کودکانش نیکی کردی، الله تو را با این قصر در جنت مکافات داد. قسم به الله که اگر مال و ملک جهان را به من دهی، این زن و کودکانش را رها نخواهم کرد. مرد مسلمان رنجور به خانه‌اش برگشت.